که دست فساد اینها به اونجا نرسیده باشد. شما محیط زیست رو میگید، اقتصاد رو میگید، وضعیت اداری رو میگید، وضعیت سیاسی رو، اجتماعی رو، روابط بین الملل، همه دچار فساد شده. نه قوه قضاییه سالمی وجود داره، نه اقتصاد سالمی وجود داره، نه سیاست سالمی وجود داره، نه اوضاع اجتماعی سالمی وجود داره. اینها همه نیاز به یک جنبش ملی فراگیر وجود داره که امروز به فضل خداوند و همت جوانان داره این محقق میشه. به جنبشتون ادامه بدید، خدا یار شما هست و خداوند ان الله علی نصرهم لقدیر، خداوند به نصرت شما حتما شما رو نصرت خواهد داد و خداوند قادر توان است. میرم سراغ سوال شما عزیزان. بیننده عزیزی سوال کردن، از پیش سوال کردند، سوالهایی رو پرسیدن، جواب ایشون رو دادم. بحث این است که میگه ما اماما رو واسطه قرار میدیم و واسطه بین خودمون قرار نمیگیم امام خدا هست، لذا ما شرک نورزیدیم اگر امام ها رو واسطه قرار بدیم و از اونها طلب شفا کنیم یا از اونها بخوایم که گناه ما بخشیده بشه. میگه ما میگیم به حق و به حق و آبروی امام حسین علیه السلام گناهان من گناهکار رو ببخش. خداوند به حق و آبروی امام حسین مریض ما را شفا بده. ببینید اینها همه توسل باطل هست. حالا تازه اگه اینجوری بگن، خیلی هاشون میگن من شفای فرزندم رو از خودت میخوام و ایشون داره توقیه میکنه. این مثالشو داده. همه شما آشنا هستید با این نوع دعاهایی که این آقایان میکنند و میگه من شفای بچه‌مو از تو میخوام، من رزق و روزیمو از تو میخوام، قبولی بچه‌م از دانشگاه رو از تو میخوام، مستقیما میخوان. این قبولی باشه، امام حسین باشه، امام رضا باشه، عبدالقادر گیلانی باشه، ویس القرنی باشه، هر کسی باشه. شما از هر کسی غیر خداوند طلب حاجتتون بکنید باطل هست و نمونه از نمونه های شرک است. شما فکر میکنید اگر نگید این اماما خدا هستند دیگه شرک وجود نداره؟ مگر مشرکین چی میگفتند؟ مشرکین چی میگفتند که شما این گونه ببخشید که این گونه فکر میکنید اگر چنین اعمالی رو انجام بدید دیگه شرک نیست؟ و لذا ایشون میگه درباره مشرکین مکه باید عرض کنم اونها دروغ میگفتند. یعنی چی دروغ میگن؟ اونها خدا رو نمیشناختن و بت‌ها رو خدا تصور میکردن و میپرستیدن. خداوند باز هم در آیه سوم زمر درباره مشرکین میگه خداوند میان آنان داوری میکند. خداوند آن کس که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمیکند. ببینید شما، من آیاتی را براتون میخونم. ببینید اینشون میگه مشرکین خدا رو نمیشناختند. خداوند در سوره رعد آیه 61 میفرماید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله. میگه ای محمد بهشون بگو، ازشون بپرس، اگه ازشون بپرسی بگی چه کسی آسمان ها و زمین رو آفرید و چه کسی خورشید و ماه رو مسخر کرد. لیقولن الله، میگن خود الله. مشرکین الله رو میشناختن، میدونستن الله خالق هستیه، میدونستن الله خالق اونها هست، میدونستن که مرگ و زندگیشون به دست الله است، میدونستن رزق و روزیشون به دست الله است. همه اینا رو میدونستن. و یا در آیه بعدی میفرماد، یک آیه بعد از اون آیه 63 سوره عنکبوت میفرماد لئن سألتهم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض لیقولن الله. ازشون بپرس چه کسی باران میباراند، آبی رو میفرستد که زمین مرده رو زنده کند؟ میگن الله. مشرکین میگن الله. بعد
در ادامه فرماید قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون، بگو الحمدلله، خدا را سپاس کن، ولی اینها اکثریتشون عقل به خرج نمیدهند، تعقل نمی کنند که بفهمند که خدا رو بشناسند یا بدانند که چه کاری رو کردند. اینا عقل به خرج نمیدهند، وگرنه اگر عقل به خرج بدهند بسیار واضح و روشن است موضوع. ببینید همین امروز هم همین کاره، بس همینه. در آیه دیگری که میفرماد چرا این بت‌ها رو پرستش میکنید، میگه انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، میگه ما میخوایم وقتی اینا رو عبادت میکنیم. عبادت یعنی چی؟ یعنی براشون نذر میکنیم، اونا رو تبرک میکنیم، دورشون طواف میکنیم. ببینید اینا همه نذر بت‌ها میکردن، چه حیوانی رو ذبح میکردن، خونش رو به بت‌ها میمالیدن، طوافشون میکردن، میرفتن وقتی که میخواستن برن سفر ازش اجازه میخواستن و به قول خودشون همون چیزی که امروز انجام میدن از اونها میطلبیدن که در این سفرشون برکت باشه، یا این سفرشون رو بدونن که برکت هست یا برکت نیست، باز هم متوسل به اونها میشدن. وقتی بهشون گفته میشد چرا این انواع از عبادت رو برای این بت‌ها انجام میدید، میگفتن تا این بت‌ها ما رو به خدا، به الله نزدیک گردانند، ما رو مقرب بکنند به الله. نمی گفتن که این بت‌ها الله هستند، نمی گفتن خدا هستند، می گفتن اینا بندگان صالح خدا بودن، ما اونا رو می پرستیم، عبادتشون می کنیم چون بنده‌های شایسته ای بودند. این بت‌ها همینطوری به وجود نیومده. همین مفسرین متفقن بر این که وقتی که در زمان حضرت نوح بت‌هایی بود و حضرت نوح میگفت اینا را نپرستید، ولی اونا میگفتند لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا. اینها همه اسم بت‌هاشون بود. خب این اسمها از کجا اومد؟ میگه اینا اسم در ابتدا شخصیت هایی بودن، اولیا بودن، انسان های صالحی بودن در جامعه. بعد فوت اینها اومدن از روی به خاطر یاد بود اونها ابتدا مجسمه هایی رو از شکل اونها ساختن به عنوان یاد بود. احترام این مجسمه ها رو میکردن به عنوان احترام. سپس این احترام تبدیل شد به تبرک، سپس تبدیل شد به طواف کردن و زیارت کردن، سپس تبدیل شد به اینکه ازشون نظر و نیازشون رو اونجا انجام میدادن، ازشون طلب خیر میکردن، ازشون دفع شر میکردن، بلایی نازل میشد میرفتن اونجا و از اون بتا میخواستند. خب این بتا از یک فراغی نیومده، بلکه ابتداعا از روی همون شخصیت هایی که در میانشون بودن، شخصیت های خوبی بودن، فوت که کردن ازشون این بتا رو ساختن. اونم یک روز و دو روز این اتفاق نیفتاده. ابتداعا فقط احترامش میکردند و یاد بود. کم کم تا رسید به جایی که تبدیل شدن به معبود و عبادت میشدند. و در میان همه امت ها همین هست. بت‌ها همینطوری درست میشن. کسی نمیاد از خودی چیز الکی درست کنه بعد بگه این بیاید مردم اینو بپرستین و بگن باشه. این بت رو از شکل مجسمه رو از شکل یک انسان صالح میسازن، یا میرن قبر اون انسان صالح رو تبدیل به مزار و زیارتگاه میکنن، بر مزار اون یک قبه بزرگ میذارن و مردم رو میلیون ها و تن ها طلا صرفش میکنن، مردم رو فرا میخوانن به این که این کار رو بکنن، در حالی که خداوند همه اینها رو باطل کرده، فرموده فقط خانه خدا رو زیارت کنید و مسجد پیامبر. در هیچ جام نیومده که حتی شما اختصاصاً برید فقط قبر پیامبر رو زیارت کنید، مسجد پیامبر رو زیارت کنید و اونجا سلام بدید بر پیامبر. تنها چیزی که جایزه در اونجا انجام بدی سلام دادن بر پیامبره. ما در از جمله عبادات محضی که داریم اینه که صلوات بفرستیم بر پیامبر، چیز دیگری نیومده. صلوات بفرستیم بر پیامبر، اطاعت کنیم دستوراتش رو، ایشون رو دوست داشته باشیم. به هیچ وجه نیومده که شما حاجاتتون رو از پیامبر بخواید یا از پیامبر بخواید که اون واسطه بشه بینتون. به هیچ وجه نداریم. یک روایت هم نداریم که این رو تایید کنه که شما از پیامبر بخواید یا اون رو ایشون رو واسطه قرار بدید. لذا توجیه نکنید اعمال شرکی خودتون رو. اقلاً خداوند یک عقلی بهتون داده، این عقلتون رو حکم کنید. اون بزرگواران رو، ائمه رو، همه رو دوست بدارید، ولی نهایت همه آدم ها اینه که انسانن
و این انسان ها تنها چیزی که نشانه محبت شما نسبت به اونهاست اینه که راهی که اونها آوردن رو ادامه بدید. راه اونها توحید و یکتاپرستی بود، نه اینکه خود اونها رو تبدیل کنید به بت. خب میرم سراغ سوال دیگه از بینندگان عزیز. بله بیننده عزیز، ببینید سوال که میفرستی سعی کنید سوالهای یعنی نهایتاً یک دو سوال بفرستید که جواب بدیم. یه عالم سوال فرستاده. بیننده ای گفته است که میگه آیا استاد اگر دعای حضرت موسی رو بخونم آیا مثل حضرت موسی مشکلات ما هم حل می شود؟ شما دعا بخوانید و امیدوار باشید. برای قبولی دعا تنها خواندن دعا نیست که تأثیر داره روی قبولی دعاتون، روی اینی که شما چه کارهایی رو کردید که به این نتیجه رسیدید. حضرت موسی وقتی که دعاش قبول شد رفت هجرت کرد از سرزمین خود، بعد در مقابل ظلم و ستم ایستاد. ابتداءً در مقابل ظلم و ستم ایستاد، سپس هجرت کرد رفت به دیار دیگری که بسیار دور بود از سرزمین خودش. رفت اونجا با اینکه برنامه ریزی کنه بار دیگر برگرده، دعام کرد، توکلش هم بر خداوند بود، کمک کرد به دختران حضرت شعیب و بعدم نشست و دعا کرد خداوندا من نیازمند هر خیری هستم که تو به من دادی، من محتاج این خیرها هستم. و خداوندم دعاش رو قبول کرد، چون برای به نیت خالص این کارا کرده بود، چون که زمینه رو فراهم کرده بود، هجرت کرده بود. ولی شما مثلا در جایی که هستید مشغول همون کارهای همیشگیت باشی ولی به زبانم دعا کنی. مثلا تو غرق یک فردی رو، حالا ایشون رو که نمیگم بیننده، یک شخصی گناه ها رو ترک نکنه، نمازهاش هم نخونه، بعد هیچ اقدامی هم گامی هم بر نداره در راه اون هدفی که میخواد، ولی بشینه دعا کنه فقط، یعنی برای حل مشکلاتش هیچ اقدامی نکنه ولی فقط دعا کنه، مشکلات حل نخواهد شد. ببینید این لیوان آبه، من اگه بشینم اینجا و به این لیوان آب نگاه کنم و شب و روز دعا کنم بگم خدایا من رفع تشنگی من بکن، ولی لیوانو بر ندارم بخورم، فقط بگم تشنگی منو رفع کن، مسلم بدونید از تشنگی خواهم برد. زیرا خداوند آب رو خلق کرده برای این که من بنوشم، دست رو به من داده که آب رو بردارم و دعا هم بکنم. دعا کردن رمز توحیده، یعنی خدایا اگر تو نخوای همین آبی هم که وجود داره اگر من بنوشم باز هم رفع تشنگی نخواهد کرد. این به خواست تویه که اینها رو قرار دادی. و اما دعا کردن مهمه، دعا کنید ولی وسیله زمینه رو هم فراهم کنید. تا حرکت نکنید، تا اقدامی نکنید، تنها دعا کنید نمیشه، باید هم اقدام کنید، هم تلاش کنید، هم دعا کنید. این دوتا با هم دیگه جواب خواهد داد و خداوند اون راهی رو که میخواید براتون میسر خواهد کرد. تعداد زیادی از بینندگان عزیز غالبا می نویسند، همیشه می نویسند همیشه در حق من دعا کن، همیشه در حق من دعا کن. ببینید شما تعداد زیادی از بیننده های عزیز، من دعا می کنم در حق همه مسلمانان، شما هم شاملش میشید و همه شما از آن شاملش میشید، ولی دعا عبادته. دعای خودتون مهمتر از دعای بنده هست. در خانواده خودتون، پدرتون، مادرتون و انسان‌های صالح دیگه‌ای که در جامعهتون وجود دارن اگه براتون طلب دعا کنید هیچ اشکالی نداره. طلب دعا کردن از دیگران هیچ اشکالی نداره، بخوای براتون دعا کنن، ولی به این معنی نیست که خودتون دعا نکنید. خودتون بیشتر از هر کسی دیگه‌ای باید دعا کنید. بیننده عزیزی گفتن که یک سوال داشتم، فضیلت درود فرستادن چیست؟
فضیلت درود فرستادن، مقصود صلوات فرستادن بر پیامبر علیه السلام. ببینید اولا دستور خداونده، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خداوند فرمود خدا و ملائکه بر پیامبر صلوات میفرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید شما هم بر پیامبر سلام و درود بفرستید. وقتی که شما صلوات میدید، صلوات میفرستید بر پیامبر علیه السلام، در واقع دارید همراه شدید با خدا و با ملائکه صلوات میفرستید بر این پیامبر، درود بر پیامبر میفرستید. رسول الله علیه السلام فرمود من صلی علیه صلاة صلی الله علیه بها عشرا. هر کسی که یک صلوات بر من بفرستد خداوند 10 صلوات بر او خواهد فرستاد. کلمه صلوات فرستادن، وقتی که ما صلوات میفرستیم یعنی از خداوند میخواهیم، میگیم اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه یا و علی آله و صحبه و سلم. میگیم پروردگارا باران رحمتت رو بر پیامبر بفرست. برای خداوند طلب رحمت فراوان، نعمت فراوان، رفع درجات میکنیم نزد خداوند. و صلوات از طرف خدا به بندش یعنی فرستادن رحمت و برکت. عملا رحمت و برکت بر شما فرستاده می شود. وقتی خداوند 10 برابر به شما اجر می دهد در صلواتی که می فرستی، شما یک بار اگه بگی خدایا رحمت بفرست بر پیامبر اکرم، بر پیامبرت محمد و بر آل بیت اون و بر اصحاب و یاران اون، خداوند 10 برابرش رو به خودت میده. و صلوات فرستادن در نمازها در نزد بعضی از فقها واجب هست. در تشهد آخر فرستادن صلوات واجبه. اگه کسی صلوات رو ترک کنه نمازش باطله. این در تشهد آخره. در تشهد اول بعضی میگن نه خیر مستحب هم نیست، نگفتنش بهتره، باید تشهد اول کوتاه باشه، تشهد آخر صلوات فرستادن واجبه. و اما در حدیث دیگری میفرماید که صلوات فرستادن باعث می شود که هم و غم و غصه و اندوه شما رفع بشود. هر کسی گیر و گرفتی دارد متوسل بشود به صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم علیه السلام. گشایش شما از مشکلاتتون در فرستادن صلوات بر پیامبر هست علیه السلام. و لذا برخی از اهل علم صلوات میفرستادن و بعضی از روایات نقل هست از برخی از علما که صلوات هایی فرستادند که بعد از صلوات هم دعا کردند و از خداوند خواستند که متوسل شدند به این صلوات. و نقل است که میگوید این گونه صلوات دادن برخی از اهل علم که در مشکلات بزرگی بودند، این صلوات دادند و نتیجه گرفتند. و صلواتشون این بود، میگفتن اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من الهموم والغموم والاهوال والآفات وتطهرنا بها من الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات في الحياة وبعد الممات انك سمیع قریب مجیب الدعوات. یعنی صلوات میفرستادن، بعد اینکه صلوات فرستادن این دعا را هم میگن خدایا ما این صلوات رو فرستادیم، صلواتی که به وسیله این صلوات این رو وسیله تقرب به تو قرار میدیم، اون رو وسیله بگردان و دعای ما را قبول کن که از هم و غم و اندوه و مشکلات ما را نجات بدی و گناهانمون رو پاک کنی و درجاتمون رو نزد خودت عالی کنی و ما رو به اهداف دنیا و آخرتمون برسانی. لذا صلوات فرستادن اجر بسیار فراوانی داره و آثار بسیار زیادی هم بر زندگی شما خواهد داشت. ببینید شما سوال که میفرستی سوال ایشون میگه میشه درباره این حدیث کمی توضیح بدهید؟ در صفحه فیسبوک خواندمش، درباره مرا بسیار خوشم آمد و درباره آفرینش جبرئیل علیه السلام فهمیدم و درباره صحت این حدیث بیشتر دربارهش بگویید. ببینید این حدیث بسیار طولانی هست و لذا بعد از برنامه به این حدیث خواهیم پرداخت.
حدیث میگه یقول سیدنا جبریل علیه السلام ان الله، بذار بخونم چون شاید بیننده ها مشتاق باشن بدونن. لما خلقتني مكثت 10,000 سنة ولا أعرف ما اسمي ثم ناداني يا جبريل فعرفت اسمي فقلت لبيك اللهم فقال قدسني فقد قدست 10,000 سنة. نه خیر، این حدیث صحیح نیست. این حدیث صحیح نیست و لذا تفصیل اون رو بعد از برنامه هم به شما خواهم گفت. و اما سوال بیننده عزیز دیگری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، یک سوال داشتم. سوال این که یگان از پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای وارد شده باشد که خداوند به سبب همان دعا شخص را از زنا کردن نجات دهد یا که به زنا نرود. همین خیلی دعا اگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، همین حدیث را در تلفن من روان کنید. اما اینکه شخصی به سبب دعایی طرف زنا نرفته باشد، یک روایت هست که پیامبر علیه السلام در حق جوانی این دعا رو کردن. جوانی اومد خدمت پیامبر علیه السلام گفت که یا رسول الله اذن لی فی الزنا، گفت که به من اجازه بده برم زنا بکنم. یعنی گفت که جوان بود و خلاصه اجازه میخواست که اجازه بگیره که بره مرتکب زنا بشه. و گفت که پیامبر از ایشون پرسید، گفت اترضاه لامک، گفت که آیا راضی میشی که همین چیزی که تو درخواست میکنی راضی میشی با مادرت این اتفاق بیفته؟ کسی با مادر تو این کارو بکنه؟ گفت جواب داد، گفت لا یا رسول الله، گفت نه ای رسول خدا من راضی نمیشم به این کار. گفت که راضی میشی برای خواهرت، راضی میشی برای بستگان دیگه شو نام برد. باز هر بار که میگفت از بستگان خودش میگفت نه یا رسول الله. گفت که مردم دیگرم همینطوره. تو بخوای با هر کسی این عمل فاحشه رو انجام بدی، یا مادر کسیه یا خواهر کسیه یا دختر کسیه یا عمه و خاله کسیه، لذا با هر کسی بخوای این کارو، هیچ کس این رو راضی نمیشه. رسول الله علیه السلام برای این جوان نرفت از مسائل دینی بیاره، زیرا که طرف وقتی اومده سوال میکنه میدونه زنا حرامه، میدونه حرامه، به خاطر همین اومده میخواد اجازه بگیره. پیامبر میگه دیگران هم همینطورن. در نتیجه پس سعی کن، پس گفت یا رسول الله دعایی برام بکن که من دیگه به این گناه بر نگردم. پیامبر علیه السلام براش دعا کرد و بعد از اون دیگه به هیچ وجه سراغ این نرفت. و دعای خاصی بگید در قرآن اومده یا در سنت مخصوص اینه که جلوی زنات رو بگین. ببینید دعا، من همیشه به بینندگان عزیز هم میگم، دعا فکر نکنید یک ورد سحرآمیزه که شما اون ورد رو به اون الفاظ بخونید. دعا یعنی اونی که از دل تو برمیاد، با کمال اخلاص به زبان خودت بگو خدایا مرا حفظ کن از زنا، خالصانه از خداوند بخواه و تلاش کن که این میل و این شهوت رو از خودت دور کنی. و کسایی که باعث میشن که تو رو تشویق کنن به این که زنا کنی، از دوستی با اونها بپرهیز. اگر مواقع تواصل اجتماعی و اینترنت و اینا باعث میشه که این آتش رو در وجود تو شعله ور کنه، قطع کن اینها رو. شما باید اسبابش رو قطع کنی. یک کسی هست که میخواد شما رو دعوت به زنا میکنه، موبایلت رو در روش ببند، ولی شما بذاری با اون هی ادامه بدی حرف زدن و بعدم بگی که من میخوام مرتکب زنا نشم. برو باش بشین و باش صحبت بکن و ارتباط داشته باش و آخرش هم بخوای میخوام زنا نکنم. خب اینا رو باید قطع کنی. همه راههای وصل شدن به زنا رو باید قطع کنی. خداوند در قرآن کریم فرمود ولا تقربوا الزنا، تنها نفرمود که زنا نکنید، اونم فرموده، ولی فرمود ولا تقربوا الزنا، نزدیک نشوید به زنا. نزدیک شدن به زنا اسبابیه که شما رو میرسونه به زنا.
رسول الله علیه السلام فرمود تمام اعضای بدن انسان سهمی از زنا داره. زنای چشم دیدنه، زنای دست لمس کردنه، زنای زبان حرف زدن در اون مورده، زنای گوش دادن به این حرفایی هست که وجود داره، زنای پا رفتن به سوی اونه و در نهایت هم فرمود اون وقت همه اینها وقتی که فراهم شد اون وقت فرجم تصدیق میکنه این رو، مرتکب زنای کبیره فحشا میشید. پس باید همه راه ها رو ببند ببین چطوری ملتهی میشید. شما وقتی که میدونی ضعیفی در مقابل جنس مخالف سعی کن دوری کنی. اگه نمیتونی خودت رو تقویت کنی دور باش از اون. راه های فتنه رو بر خودت ببند، اون وقت استراحت کن. و یک شعر عربی هست میگه که هر وقتی که اگر از سوراخی که باد به داخل میاد اون رو ببند، بعد راحت بگیر بخواب. شما فرض کنید باد تند میوزه، از یک سوراخی وارد خونت میشه و زوزه باد نمیذاره بخوابی. خب ببند، بعد راحت بگیر بخواب. وقتی که از یه جایی فتنه و میل به شهوت در وارد دلتون، وارد فکرتون میشه، اون رو ببندید. انسان تا زمانی حرکتی نکند به نتیجه نخواهد رسید. بله دعا بسیار مؤثره. دعا کنید به زبان خودتون، هر دعایی بکنید خداوند دعای شما رو مستجاب میکند، مخصوصا دعای جوانی که بخواد خداوند اون رو حفظ کنه از زنا. در یکی از دعاهایی که پیامبر فرمود میفرماید که اللهم انی اعوذ بک من شر منی، خدای من به تو پناه میبرم از شر منی خودم. منی یعنی همون شهوتی که وجود داره. و در بعضی دعا اللهم حسن فرجی، خدای منو شرمگاه منو حفظ کن. و لازم نیست که به زبان عربی باشه، به هر زبانی بگید. مهم اینه که شما در دلتون اخلاص و صادقانه پناه میبرید به رحمت خداوند. خداوندم شما رو یاری خواهد داد. بیننده عزیز گفتن سلام استاد زهرابی محترم، اگر زنی که از شوهر اولی فرزند پسر داشته باشد و بعد طلاق واقع گردد و فرزند پسر هم نزد پدر بزرگ شود و زن شوهر دوم بگیرد و مرد هم زن دوم، وقتی این فرزند پسر بزرگ و بالغ گردید آیا با مادر اصلیش که حالا در نکاح مرد دیگری است نشست و برخاست آن جایز و محرم است یا نامحرم؟ چطور میشه مادر نامحرم باشه؟ مادر اگر 10 تا ازدواج بعدش هم بکنه بازم مادره. مادر همیشه محرمه، پدر همیشه محرمه و هیچ وقت نامحرم نمیشه. اون پسر اون مادره. درسته اون مادر دیگه یعنی زن پدرش نیست، زن مرد دیگه ایه. نه تنها این که به مادرش محرمه، به تمام فرزندانی که از مرد دیگری داره باز هم خواهر و برادره. و اگر این زن از اون مردم بچه داشته باشه بعد بره با یکی دیگه و سومی و چهارمی و هر چقدر ازدواج کنه و از همه بچه داشته باشه، همه اون بچه ها برادر و خواهر این پسر هستن که هستن، برادر و خواهر هم دیگه هستن در واقع. و اون مادر هیچ وقتی نامحرم نمیشه، مادر همیشه محرمه. بیننده عزیزی گفتن که سلام، سوالم این هست، ما از عربستان و سعودی آمدیم به افغانستان، در آنجا نماز عصر را ساعت 3:30 می‌خواندیم، اما در اینجا ساعت 5 به جای از آن میگه کدام وقت درست است؟ در عربستان 3:30 درست است، در افغانستان ساعت 5 درست است. تفاوتی نمی‌کنه، هر جایی به وقت خودش. وقت عربستان برای عربستانه، وقت افغانستان برای افغانستانه. تایم ها فرق میکنه. حالا شما فرض کن بلند شدی رفتی اروپا، خب اگه اروپا رفتی خیلی تفاوت داره، ساعتاشون خیلی متفاوته. در نتیجه هر جایی که رفتی به ساعت اونجا باید حتما عبادت رو انجام بدی، ساعت رو به وقت عصر اونجا.
میگه و دیگر بعضی از وقتها من اگر وقت نداشتم نماز عصر را 4 بجه بخوانم، بعضیا به من گفتن اگر اذان عصر اونجا باید 3 و نیم بخونی. اومدی افغانستان ساعت 5 اذانه، اگه قبل از 5 بخونی نماز عصرت قبول نیست، باید دوباره اذان که گفت بعدش نماز عصرت رو بخونی. اگر نه تنها 4 بلکه اگر 4 و 50 دقیقه هم بخوانی از نماز عصر درست نیست، باید حتما بعد از اذان افغانستان، مادامی که توی افغانستان زندگی میکنی، توی افغانستان هستی الان، به تایم افغانستان هر وقت برگشتی اومدی عربستان باز هم به ساعت عربستان نمازات رو بخون، به اذان عربستان نمازات رو بخون، یعنی به توقیت اونجا نماز بخون تا اونجایی. یعنی هر جای دنیا که هستید باید به توقیت اون جایی که الان هستید، نه اون جایی که پاسپورتش رو داری، نه اون جایی که 1 ماه پیش بودی، نه اون جایی که 1 هفته پیش بودی، بلکه اون جایی که الان هستی. اگر امروز عربستان هستی، فردا صبح میرسی افغانستان، از اون لحظه ای که وارد افغانستان میشی دیگه تایم وقت نمازها به وقت افغانستان هست. جایز نیست به وقت سعودی شما نمازاتون رو توی افغانستان بخونید. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم تندرست باشید، همچنین شما و بینندگان عزیز. سوالشون این هست که میگه استاد گرامی اگر فردی در نماز یا تلاوت تکان بخورد طوری که قصدن نباشد و استرس باشد، آیا اشکالی به نماز وارد می کند یا خیر؟ زیرا تکان خوردن در اثناء تلاوت همچنین عبادات عمل یهودیان است. نظر شما بزرگواران چی است؟ خودش یک توضیحی میده که میخواد بگه تو هم بگو عمل یهوده. هیچ اشکالی نداره، نمازت باطل نیست مادامی که از سر استرس هست، از سر ناراحتی است. ولی تکان خوردن بدون ضرورت در نماز، یعنی حرکت کردن بدون ضرورت در نماز رو باطل میکنه، حرکت کردن. اما اگه کسی یا حواسش نباشه، حالا عادت شده وقتی کسی داره تلاوت قرآن میکنه هم سرش رو مرتب تکون میده. در خارج نماز بعضی گفتن درست نیست، ولی تأثیر زیاد مهم نیست حقیقتا، یعنی نه گناهی برش مترتب میشه، ولی این کار رو نکنی بهتره. ولی اگه این کار رو هم کردی گناهی برش مترتب نمیشه در خارج نماز. در داخل نماز اگر عمدن این کار رو بکنی، حرکت اضافی در نماز تو باطل میکنه. ولی اگه غیر عمد باشه، فراموش کردی یا از روی عادت این کارو میکنی، امام داره تلاوت میکنه، تو هم از سر عادت دادی سرتو اینطوری تکون میدی، این عادت سعی کن ترکش کنی. اگه ناآگاهانه این کارو بکنی نمازت باطل نیست. اگه از روی استرس این کارو بکنی نمازت باطل نیست. اگر از روی ضرورت این کارو بکنی نمازت باطل نیست. ولی اگه از روی عمدی بدون ضرورت آگاهانه این کارو بکنی نماز رو باطل میکنه در داخل نماز. میریم سراغ بیننده عزیز دیگری. یکی از بینندگان عزیز مشکلی رو مطرح کردند که میگویند مشکلی رو مطرح کردن این بیننده عزیز که بحثشون این هست که میگه زن و شوهری هستند و خانواده زنش، این مرد اهل تاجیکستان در ارتش تاجیکستان خدمت میکنه، در مرزها مرزبان هستند به قول معروف. بهش گفتن که تو توی ارتش هستی نکاح باطله و از این حرفا، کافر هست و طاغوت هست. و ببینید عزیزان، ارتش ها در کشورها، هدف از این ارتش ها حفظ حدود و محافظت کردن از کیان اون کشوره. این کشور تاجیکستان یک کشور اسلامیه، متعلق به مسلمانانه. این حکومت الان هست، این حکومت طاغوت، ولی شما برای این حکومت، برای بقای این حکومت اقدام نکردید. شما کارتون برای محافظت از تمامیت اراضی این کشور هست. اگر کسی برای بقای
یک حکومت ظالم و جائر کار بکند، مردم رو بکشد، به مردم ظلم و ستم بکند، برای نشر الحاد کار بکند، اینها همه کفر و جایز نیست. و ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، باعث تقویت ظالم نشید و این معصیت بزرگی است. اما اگه طرف حتی فرض کنیم ملحد، فرض میکنیم ملحد هم باشد، این حکومت اگر این ارتش برای محافظت از تمامیت ارضی این کشور هست، خدمت کردن در اونجا هم جایزه، هم ثواب داره، هم درسته، به غض نظر از اینکه این حکومت الان چی هست. این سرزمین متعلق به مسلمانانه، این حکومت میاد و میره. حالا این حکومت هست، بعد چند سال دیگه حکومت دیگه خواهد اومد. حکومت ها عوض میشن، ولی تمامیت ارضی اون خاک متعلق به مسلمانانه. خدمت کردن در اون ارتشی که کارش حدودها رو حفظ میکنه، مرزها رو حفظ میکنه، شرعاً جایزه و در بعضی از موارد واجب میشه که مردم برن، حتی اگر حکومت بیدین، ظالم، سست دین و در مواردی هم ضد مسائل احکام شرعی باشه یا احکام شرعی رو تطبیق نکنه، یا حتی اگر حکومت هم حکومت طاغوتی باشه، مگر جایی حرامه ملحق شدن به ارتش. اون جایی که ارتش وجودش فقط برای محافظت از حاکمیت این حاکم ملحد باشه، اونجا جایز نیست، چون باعث تقویت اون میشه. اگه وجود شما، حالا فرقی هم نمیکنه، تاجیکستان، افغانستان، ایران، وجود شما در هر نظامی، در هر سیستمی که باعث تقویت پایه‌های ظلم و ستم و طاغوت و ملحد میشه، نباید در اونجا حضور داشته باشید. ولی اگر باعث تقویت اون نیست، بلکه این ارتش درست شده برای محافظت از تمامیت خاک این مملکت، برای اینکه دیگران به اون چشم طمع نداشته باشن، در این حدود جایز که هیچ، بلکه مستحب، بلکه در حد فرض کفایی می شود. زیرا این کشورها به هر حال حکومت ها میان و میرن، ولی این خاک متعلق به مسلمانان است. بیننده عزیز سوال کردن که سلام، وقت شما بخیر. سوال داشتم سجده تلاوت چه قسم خوانده می شود؟ میشه لطف کنین؟ سجده تلاوت که ایشون فرمودن، سجده تلاوت رو در قرآن کریم در 15 جا از قرآن کریم هست که آیاتی است که در اونجا سجده بردن در نزد اکثریت فقها سنت مؤکد و در نزد برخی از فقها واجب هست. 15 مورد هست که وقتی که به اون آیه رسیدید، در مصحف هایی که وجود داره، در انتهای اون آیات یک رسم محراب رو گذاشتن، یک محرابی اونجا گذاشته شده در انتهای آیه. به اون آیات رو که خوندی همونجا مستحبه که سنته که سجده کنید. یک سجده می کنید و در اون سجده هم تسبیحات عادی نماز رو میخواید بگی، جایزه و درسته. سبحان ربی الاعلی بگو، سبحان الله بگو، سبحانك اللهم و بحمدک بگو، هر کدوم از اینها رو بگید درسته و فقط یک سجده هست. سجده رو که بردی برمیگردی و ادامه میدی تلاوتت رو، همینی، چیز خاصی نداره. در نزد امام شافعی سجده تلاوت رو هم مثل نماز حساب کردن، یعنی تکبیر باید بگی، بعد باید سلام بدی، ولی در نزد جمهور فقها یک سجده هست که نیاز به تکبیر نداره، نیاز به سلام نداره، مثل نماز هم حساب نمیاد، بلکه سجده تلاوت است. بیننده عزیزی گفتن سلام، آیا تقدیر دعا تغییر میده؟ میگه آیا اگه تغییر میده کدام دعا رو بخونیم؟ باز هم
این نشانه اینه که انسان از دعا حالی نشده باشه. ببینید دعا عزیزان من، دعا اینه که تو دست بخوای از خداوند خواستت رو بهت بده. این دعاست. یعنی از خدا طلب کردن اسمش دعاه. حالا بعضی از دعاهای مأثورن، یعنی پیامبر اونها رو خونده. بعضی از دعاهای دیگه نه، خودت بخون. هر چی که در دلت هست، هر چی که میخوای از خداوند طلب کن. دعاهای مأثور هم بخونی درست. بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. این عربیش هست و مأثور از پیامبر. شما اگه معنی رو هم بگی درسته، حتی معنی این رو هم نگی، هر چیزی که بگی، دعایی که، هر طلبی که از خداوند داری از خدا طلب کن. طلب کن که خداوند نعمت تو زیاد کنه، طلب کن بلا رو از دفع کنه، طلب کن که گره از مشکلتون بگشاید، طلب کن که صلح و آرامش بین مردم جامعه بیفته، طلب از خداوند بخوا که این ظالما رو از بین ببره، از خداوند طلب کن که همه مسلمانان در امن و امان و رفاهیت و آرامش و آسایش باشند. هر دعایی رو بخونی مهم اینه که دعا از دلت بر بیاد، مهم اینه که خالصانه بخوای. و اما دعا بره نزد روایت هست که قضا و قدر رو دعا رد میکنه، قدر رو، و اصلا بخشی از قدر دعا هست. یعنی چی؟ یعنی خداوند مقدر کرده که اگر شما دعا کردید یک بلایی که میاد دعا میکنی اون بلا رفع میشه. فرموده اگر دعا نکرد بلا واقع بشه. شما در دعاتون دعای قنوت چه میخونید؟ میفرمی وقینا، یا میگی وقینی شر ما قضیت، یعنی خدایا از شر اون قدری که مقدر کردی و شر منو از اون محفوظ بگردان. یعنی از قضا و قدری که شر درش هست میگه خدای منو حفظ کن. این در دعای قنوت میخونیم. سوال بعدیشون اینه که میگه انتخاب همسر به دست خود آدم است یا تقدیر انتخاب میکنه؟ نه، به دست خودت هست ولی مقدر شده، اما تو انتخابش میکنی، تو انتخاب میکنی. ببینید خیلی ها دارن حرفای عجیب و غریب میزنن. شما الان ازدواج کردی، همسر تو داری، ناراضی هستی ازش، ناراضی هستید از هم، حالا زن از مرد یا مرد از زن. الان شما اگر طلاق بگیری یا طلاق بدی، خودت طلاق میدی یا این که نه مقدره؟ خودت طلاق میدی یا خودت طلاق میگیری، ولی در نهایت مقدره، چون انتخابه و همه انتخاب های ما در ضمن قضا و قدر اتفاق میفته. خداوند چندین گزینه به تو داده، عقل بهت داده، چشم بهت داده، گوش بهت داده، زبان بهت داده، هوش بهت داده، بهت گفته برو مشورت هم بکن، همه این کارا رو انجام بده، تحقیق بکن در مورد شخص مقابلی که میخوای باش ازدواج کنی. بعد از اون هم انتخاب با توه. دو تا گزینه داری، یا این انسان رو انتخاب میکنی یا نمیکنی. اگه انتخاب کردی اون مقدره، اگر انتخاب نکردی باز هم انتخاب نکردن مقدره، چون هر دو گزینه رو خداوند مقدر کرده. خداوند خیر و شر رو آفریده، به تو گفته که خیر رو انتخاب کن، پیامبرم بهت گفته خیر رو انتخاب، عقلت هم بهت میگه خیر رو انتخاب کن، ولی تو میای الان هر دوش در برابر تو هست، تو میای شر رو انتخاب میکنی، بعدم میندازی گردن قدر، بگین قدر بود، من دست و بالمو بسته بودن. کسی دست و بال شما رو نبسته، انتخاب خودته. ولی چون خداوند حاکم جهان هستی هست، همون خیر رو هم مقدر کرده، همون شر رو هم مقدر کرده، ولی بهت اختیار داده، تو رو هم مختار آفریده، گفته اختیار داری، هر کدوم انتخاب کنی اونو بهت میدم، شر رو انتخاب کنی شر بهت میدم، خیر رو انتخاب کنی خیر بهت میدم. پس هر دوش مقدره و مقدر شده که تو انسان با اختیار خودت یکی رو انتخاب کن. سوال بیننده عزیز میگه
اگر شخصی بنابر دلایلی نتواند نماز جمعه رو در مسجد بخواند، آیا بعدا نماز جمعه رو در خانه مثل نماز جمعه در مسجد بخواند یا مثل دیگر نمازهای ظهر که در دیگر روزهای هفته خوانده است؟ ببینید نماز جمعه یعنی نمازی که جمعه خونده میشه، در جمعه هست، 2 رکعت هست، به جماعت خونده میشه. کلمه جمعه از جمعه، یعنی مردم حضور دارن. اگر اولا نماز جمعه فرضه، اگه کسی نخونه، اگه عمدن نماز جمعه رو ترک کنه، مرتکب گناه شده، گناه کبیره، باید توبه و استغفار کنه. بعدم دیگه تموم شده، نماز جمعه رو تو خونه نمیشه خوند، نماز جمعه رو شخصی نمیشه 2 نفری خوند. نماز جمعه در شهر برپا میشه، در نزد بعضی از فقها یک شهر باید همه در یک جا جمع بشن. حالا شهرها بزرگ شدن، در چندین جا اجازه نماز جمعه داده شده از نظر فقهی، و غیر از اون جاهایی که نماز جمعه اقامه میشه کسی حق نداره جای دیگه خصوصی نماز جمعه خصوصی احداث کنه، مگه اینکه مثل تهران باشه که اجازه ندن به اهل سنت نماز جمعه داشته باشه، مسجد داشته باشه، در نتیجه خصوصی توی خونه ها میخونه. این در جایی هست که ظلم و ستمه، در جایی هست که ستم میکنند و اجازه نمیدن. کمترین حقی که یک مسلمان داره اینه که بتونه آزادانه نماز جمعه رو برقرار کنه، که اجازه به اهل سنت نمیدن. بعد از 44 سال هنوز اهل سنت در تهران یک مسجد هم ندارن، توی خونه ها نماز میخونن. و لذا نماز جمعه رو کسی که جمعه نرفته حالا میخواد تو خونه بخونه، اولا باید توبه کنه، عرض کردم. دوما نماز تنهایی نماز ظهر رو میخونه، نماز ظهر رو به جا میاره. و اما اگه عذر داشته باشه، مریض بوده باشه، مسافر بوده باشه، یا به هر دلیلی چیزی مانع شده باشه که نماز نرسه، اون وقت نماز ظهرش رو میخونه. و اما اگه عمدی ترک کرده باشه باید توبه و استغفار کنه، بعد نماز ظهر رو هم بخونه. خب بیننده عزیز دیگری، دوستان من اگه واتساپ دارید پیاماتون رو با واتساپ بفرستید. من همین الان مثل بقیه دوستان دیگری که دارن پیام دارن جواب میدم پیامشون رو. لازم نیست به شماره تماس بگیرید، نه با واتساپ تماس بگیرید نه با شماره واتساپ، بلکه پیامتون رو بفرستید. میگه سلام علیکم استاد، طلایی که استفاده میشه زکات دارن یا نه؟ ببینید طلایی رو که برای استفاده شخصی خریدید، برای اینکه یک زنی طلا میخره برای اینکه بپوشه، این زکات نداره نزد جمهور فقها. ولی اگر طلایی رو خریدید برای پسندازتون، حالا این پولمون رو میدیم طلا میذاریم تو خونه، حالا تا وقتی که این طلاها رو بفروشیم هم استفاده میکنیم میپوشید، این زکات داره. چون شما قصدتون از این طلاها استفاده شخصی نیست، قصد شما اینه که برای پسنداز خریدید. ولی اگه کسی برای قصد شخصی بخره، برای اینکه بپوشه، ولی وقتی هم رسید نیاز داشت بفروشه استفاده کنه، نه این زکات نداره. اما اگر برای پسنداز خریدی زکات داره، حتی اگه بعضی مواقع هم بپوشی کافی نیست، چون نیت تو از خرید اون طلا پسنداز و سرمایه گذاری بوده، لذا زکات بهش تعلق میگیره. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قل من حرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها
عساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حيدر مولاه خذ علی کانتا برا بودا یکی از قانون‌ها بهشت برای واجب شاید این جمعه بیاید جلوی شناسنامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مرد تا زندم میگم هر چی سنی حروم زادن طبق فقه شیعه بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده. حکومت ظالم ولایت فقیه پیشوند جمهوری اسلامی رو برای حکومتش انتخاب کرد. ما قبلا در مورد اینکه این حکومت جمهوری نیست صحبت کردیم و فکر میکنم شما اگر در ایران زندگی بکنید و بدونید اطرافتون چه اتفاق داره میفته
قبول دارید که به هیچ عنوان این حکومت جمهوری نیست، اما اسلامی. حکومت‌های اسلامی که ما در طول تاریخ دیدیم چگونه بودند؟ حاکمان اسلامی قرون نزدیک به رسول الله علیه السلام چگونه بودند؟ اگر کسی به حکومت میرسیده آیا ولی مردم میشده؟ ولی فقیه بوده؟ حکومت مطلقه در دست خودش بوده؟ تمام سلاح و بیت المال و حکمرانی توسط یک نفر اداره می شده؟ آیا مخالفت با حاکمان اسلامی در قرون ابتدایی که توسط شاگردان رسول الله علیه السلام و شاگردان رسول الله علیه السلام بوده، این حکومت ها ولی مطلقه فقیه داشتند؟ مخالفت با این حاکم ها، مخالفت با حکومتشون، آیا اقدام علیه امنیت ملی حساب می شده؟ آیا اگر کسی خواهان برکناری حاکم یا خواهان تغییر حاکم می شده به عنوان توهین به رهبری، توهین به خلیفه، توهین به امیرالمؤمنین در نظر گرفته می شده؟ حکومت‌های صدر اسلام چگونه بودند؟ حاکمانشون چگونه بودند؟ امروز نه نظرات اهل اسلام، مسلمانان، بلکه تاریخ رو در این زمینه مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم در ابتدای حکومت‌های اسلامی، در حکومت‌های اسلامی که حاکمانشون شاگردان رسول الله علیه السلام بودند چگونه عمل می شده. استاد سید منصور حسینی، خیلی برنامه‌تون خوش اومدید، در خدمتتون هستم. سلام علیکم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. بله، صحبت امروز ما در مورد اولین سخنرانی ابوبکر صدیق هست رضی الله عنه، زمانی که به عنوان خلیفه از طرف مردم انتخاب میشه و در این سخنرانی او حقیقتاً خط مشی خودشون رو اعلان میکنند، حقی که امت دارن، حقی که ابوبکر به عنوان حاکم داره، همه اینها مورد بررسی قرار میده در یک خطبه بسیار کوتاه اما بسیار پرمحتوا. خطبه است که اگه بخواید شما بخونید 1 دقیقه هم وقت نمیگیره، اما خطبه است بسیار بسیار پرمحتوا که نشانگر این است که چگونه تربیت یافته است در مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم و چگونه اسلام این دید رو به او داده که نظرش به حکومت چگونه هست و مردم چه حقی دارند و اینکه از طرف مردم انتخاب شده. حقیقتا این صحبت هایی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه داشته این نیست که از نزد خودش بوده، از فیوزات نفسی و شخصی خودش باشه، نه، این چیزی بوده که در مدرسه قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفته. او در هیچ دانشگاهی درس نخونده بوده، او در هیچ به حساب نظام سیاسی که حالا لایک باشه، بیدین باشه یا هر نظامی که حالا سرمایه‌داری باشه، کمونیستی باشه، در هیچ کدام از این نظام‌ها تربیت نشده بود، بلکه او در مدرسه قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شده بود. با کسانی صحبت میکرد که اینها هم در همین مدرسه تربیت شده بودند و میدونستند که چه حقی دارند. وقتی که به سخنان ابوبکر صدیق رضی الله عنه نگاه میکنیم و بعد خط مشی خودش که اعلام میکنه، بیاید مقایسه کنید با آنچه که در زمانهای در همون عصر خود در ممالک دیگر، در دو امپراتوری حداقل بزرگ ایران و روم بود و همچنین نظامهای دیگری که بود، میبینیم که اصلا قابل مقایسه نیست و
آنچه که او انجام داد هنوز هم حقیقتا انجام داده نشده. در این خطبه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیلی جالب صحبت میکنن. ابتداعا اینو میگه که اعلان میکنه، میگه که یا ایها الناس، حالا من خطبه رو بخونم و بعد نقاط مهمش مورد بررسی قرار میدیم. میگه که یا ایها الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، من بر شما انتخاب شدم، منو انتخاب کردید و بهترین شما نیستم. فان احسنت فاعینونی و ان اسأت فقومونی، اگر راه و روش درستی داشتم منو کمک کنید، اگر اشتباه کردم من را راست کنید، نذارید منحرف بشم. دقت کنید، اگه درست رفتم پس با من باشید، یاور من باشید، اگه اشتباه رفتم من راست کنید، من از انحراف نجات بدید. بعد میگه صدق امانت هست و دروغگویی خیانت هست، یعنی اینکه من تمام اموریم بر اساس صدق است، به شما چیزی دروغ نمیگم. بعد اعلام میکنه که ضعیف، کسی که ضعیف هست در نزد من قوی هست تا زمانی که حقشو بگیرم، و اونی که قوی هست اگر مرتکب ظلمی در حق ضعیفی شد اون حقو ازش میگیرم و هر کس که باشد. بعد میگه که از من اطاعت کنید تا زمانی که از خدا و پیامبر اطاعت کردم، و اگر از خدا و پیامبر نافرمانی کردم شما هیچ گونه اطاعتی از طرف من بر شما نیست، اطاعتی از من بر شما واجب نیست. این حدیث این خطبه حقیقتا یک سندش صحیح هست. در اینجا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، بیایم دقت کنید به امور مهمی که در مورد حکومت داریشو بیان میکنه. ببینیم که مردم رو چگونه معرفی میکنه و شخص حاکم رو چگونه معرفی میکنه. اولین قضیه که مطرح میکنه که هیچ فردی نمیتونه منصبی از مناصب رو به عهده بگیره مگر به وسیله امت، به وسیله ملتش، چرا که این ملت صاحب حق هستن، اینها صاحب سلطه هستن، یکی را انتخاب کنند یا عزلش کنند، و هیچ کس هم پس نمیتونه این مناصب رو به دست بیاره مگر با رضایت اونها، به خاطر مسائل شخصی که کسی نمیتونه بیاد حکومت رو به دست بگیره و یا به خود القابی بدهد، خود را به عنوان مثلا ولی فقیه مطلق بدونه، نماینده امام بدونه، و اگر او حکم ریاست جمهوری را تأیید نکند این حکومت طاغوت می شود. اینجا ابوبکر صدیق فرماند که ولیت علیکم، یعنی من نیومدم، من کودتا نکردم، من به دست نگرفتم، بلکه ولیت علیکم، منو انتخاب کردن، من انتخاب شده هستم از خودتون، یعنی این حق شما بوده، منو انتخاب کردید. کسانی که منو انتخاب کردن خود شما هستید. من نیومدم کودتا کنم، به زور بگیرم، لشکرکشی کنم، مردم رو بکشم که بخوام حکومت رو بگیرم. قد ولیت علیکم. دقت کنید، این قضیه خیلی مهم است که حق امت هست. نمیگه که من به خاطر مسائل شخصی خودم من باید باشم، نه، میگه شما منو انتخاب کردید. این یک قضیه. قضیه دوم بحث شایسته سالاری است در اینجا، که اون کسی که حق میاد امری از امور امت رو به عهده میگیره باید کسی باشه که واقعا شایسته سالار باشه، واقعا مستحق این مقام باشه. بحث حتی خویشاوندی رسول الله صلی الله علیه و آله نیست. بله. بحث این که این فلانی است، پسر فلانی است، بحث برتری هم نیست. این ادعای برتری به هیچ عنوان به مردم که من برتر شما هستم و به خاطر همین من انتخاب شدم. اینجاست که علما و فقها همیشه اینو گفتن که اگر دو نفر در خیریت بهتر بودن و در شایسته سالاری هر دو برابر باشن در یک، یعنی هم هر دو خوب باشن و هم یکی یلا بهتر است در خیریتش، اون در کفاءتش، در شایسته سالار بودنش. بله. اینجاست که میگن که آقا خیریتش برای خودش، بله. این به درد خودش میخوره،
اونی که شایسته هست برای یک مقام اون اولویت داره. بله. بحث فردی نیست. ابو ذر غفاری رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد چی میفرمه؟ میگه چقدر انسان صادقی است. بله. ولی انک ضعیف. ولی فرمودن که ابو ذر به هیچ عنوان امارت رو تحویل نگیر تو. حتی در بین دو نفر حکم نکن، تو ضعیف هست نمیتونی. یا از یه طرف میگه تو این ویژگی رو داری، خیلی انسان صادقی هستی. بله. اما اینو نمیتونی. پس هر مقامی شخصیت خودشو میخواد. اینجا شایسته سالاری مطرح میشود. ابوبکر صدیق میگه که ولست بخیرکم قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، من از شما این نیست که بهتر باشم و بگم که من شخصا ذاتاً برتر هستم. الان انتخابم کردید، بدونید که با این انتخاب دیگه من بهتر شما نشدم. بله. خیال میکنم وقتی که انتخاب شد به عنوان یک پستی گرفت، خیال میکنم خیلی دیگه برتر هست و بالاتر از سوال جواب مردم هست، چون من انتخاب شدم. خیلی پس خیلی آدم خوبی هستم که انتخاب شدم. میگه لست به خیر کن. اینو تو ذهنتون جا ندید. و این خیریت دقت کن در اسلام انسان به چگونه این نیست که حالا دیگه خلیفه انتخابه شده در این مدت توسط ولی فقیه، همه تصمیمات اشتباه و کشنده بوده در حق ملت، اما کیست که بازخواستش کنه؟ و هیچ وقت هم قادر نیست که قبول کنه که بله این اشتباه از من